چرا به حسنه گفتن حسنه از حسنه؟ چون وقتی که کار خوبی انجام میدید زیبایی برای تو تولید میکنه، حس خوب به تو تزریق میکنه و رو زیبایی چهره تو هم تأثیر میذاره. سبحان الله. تو یک نیت حسن و خوب و زیبا بکن تو دلت، تو فکر تو مثبت بکن و فکر تو حسن و نیکو بکن، تو انگیزه و نیت تو نیکو و حسن بکن، خود به خود فرکانس های تولید میکنه که منعکس میشه تو چهرت. سبحان الله. و نیت های پلید هم منعکس میشه تو صورتت. پس اونهایی که اعمال خوب، نیت های خوب، رفتار خوب، افکار خوب، انگیزه های خوب، برنامه های خوب و رفتار خوب دارن، این خوبی حسن تولید میکنه، جمال تولید میکنه، زیبایی تولید میکنه، حتی تو چهره هاشون، تو اندام ظاهریشون. سبحان الله. ولی دلی که پریشانه، دلی که پر از عقده هست، فکری که منحرفه، تو صورتش هم منعکس میشه. پس هر کار خوبی یک حسنی تولید میکنه و خداوند اسم اونو گذاشته حسنه، از حسنه، ثمره یک کار خوب، یک نیت خوب، یک انگیزه خوب، یک فکر خوب، یک رفتار خوب، یک تعامل خوب. میخوای که چهرت نورانی بشه، بها داشته باشه، حسن و زیبایی داشته باشه، افکارت و نیتاتو خودت جمال بهش بسپار.